اش کردم ایجور بیام تو. بیننده های عزیز سلام. عذرخواهی میکنم صدام گرفته. باور بکنید اگر هر مجری دیگه جای ما بود الان جاش سینه قبرستان بود. بازم منم که ای تحمله دارم، پوستم کلفته. الانم خدا به شما رحم بکنه در خدمت 3 شرکت کننده عزیز هستیم که خودشان معرفی میکنن. با سلام کامران کاهویی. با سلام لهراس به لیمویی. خب با سلام زبی زیتونی. سالاد فصله. منم این وسط هویجم. دست ها روی زنگ. سوال اول، واحد شمارش تخم مرغ چیست؟ شانه. شانه کلیشه، منظور من 1 عدد تخم مرغه. آقا ما یکی یکی نمیخریم، میریم این دفعه شانه میخریم خیال راحت، نه قیمتش نوسان داره. خاموش. شانه میخریم میذاریم. خب پس با ایشان کاری نداریم، با این 2 نفر دیگه کار داریم. بفرمایید شما. قطعه. خیر، قطعه واحد شمارش خود مرغه. ما با تخم مرغ سر کار داریم. تخمش چه میشه؟ 21 روز صبر بکنی میشه جوجه. منم میدانم میشه جوجه. من میگم واحد شمارش تخم مرغ چیست؟ شانه. برگم باشه شوخی دارم، یه بار گفتم شانه نیست، تمام دیگه تکرارش نکن. پرس واحد شمارش غذاست. خود تخم مرغ غذاست دیگه. هست ولی با آقا اصلا همه چی فراموش کنید. فراموش. ببینید شما وقتی میرید فروشگاه میگید یه پرس تخم مرغ باشم بده؟ نه. آفرین. خب پس چی میگین؟ میگیم آقا یه شانه تخم مرغ بشه. ای آقا صبر کن. فرض کنی اینجا یه فروشگاه است، منم فروشندم، شما میاید از من تخم مرغ میخرید. شما بیا. من؟ بله. سلام عمو. سلام. درد عمو. تخم مرغ داری؟ بله. کو؟ تو یخچاله. باید در معرض دید باشه، میخوام ببینم تاریخ مصرف داره یا نه. وای ملتها را تخم مرغ سنی نتیده زگت بیل افدال فیل. آقا شما بیا تخم مرغ بخر. آقا ممنون، ما خانه تخم مرغ زیاد داریم. آقا داره میگه مثلا مثاله. برو. باشه. آقا سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. وقت شما بخیر. تخم آقا قبل از ما اومد، شما بفرمایید. بفرما. شما قبل از ما اومدی. من وایسادم تخم مرغا رو بیاره در معرض دید ببینم تاریخ داره یا نه. آقا جان تاریخ مصرف داره. تخم مرغا کاملا سالمن. بس تخم مرغ داری؟ بله. قربان نیم کیلو پنیر بشم بده. من کبدم چرب تخم مرغ مصرف نرم. آقا خانمم تماس گرفت تخم مرغ می‌خوایم. خب تخم مرغ داری؟ بله. کو؟ تو یخچاله. باید در معرض دید باشه ببینم تاریخ مصرف داره یا نه. به جان خودم تاریخ مصرف داره آقا. بخشی چنده؟ 1300. این پایین میده 1000. دور میدان میده 800. بفرما میگه 800. آقا شما واحد شمارش تخم مرغ بگید ببرین 500. آقا اگه 500 3 شانه بره من بذار کنار. اوت نداریم. برید برگردید سر جاتان. آخر شرعی واحد شمارش تخم مرغ دانه است. خدا لعنتتان بکنه. آقا 2 ساعته دارم میگم شانه، اگه گفته بودم دانه جایزه رو برده بودم. اگه به جشه میگفتی ده الان جایزه برده بودی. من خواستم بهت بگم، گفتم دخالت میشه. بابا میگفتی مرد حسابی جایزه میبردیم. خدا من عفو بکن. تنفس. با درود مجدد خدمت شما عزیزان همراه، برمیگردیم به مسابقه. و اما سوال، دستا روی زنگ خواهش میکنم. بفرمایید پدر هند شناسی کیست؟ آجای ساواج. خیر. راجا کاپور. خیر. تیپو سلطان. کوکور کاپور. آنا آنتون. تیپو مینو. هانا سپا. عذرخواهی میکنم اینایی که گفتی اینا کیه؟ اینا پدر هندی بودن. کی؟ پدر هندی. برگم. یعنی تو 1,370,000,000 نفر هندی میشناسی؟ اونایی که پدر شدن میشناسم، مجرداش هنوز نمیشناسم متاسفانه. ای خوب گوشات واز بکن. نفر مورد نظر ما یک دانشمند ایرانی است. ایرانیه؟ بله. آقا من چه بکنم با همه اسم هندی که الان حفظ کردم؟ مدری دشمن ہے میرا، مدری دشمن ہے میرا.
راهنمایی میکنم. منم شیک کردین. اول اسم این دانشمند با ابو شروع میشه. متولد سوم ذی‌حجه 362 هجری قمری خارز. درود. متوفای 442 هجری قمری. احسن. آثارشم التفهیم، قانون مسعودی، تحقیق مال الهنده. وای خدای من درسته. آفرین بقیه‌اش. اسمش متاسفانه یادم رفته. نه خواهش میکنم اصلا حواست شیشتنگ بده به من. حولم نشو. گوش بده. جواب مد نظر من یعنی اسم این دانشمند ایرانی تقریبا شبیه یعنی مثل یکی از سبزیجات معطره. ابو کی؟ ابو شنبلیله. ابو گشنیز. ابو تربچه. یا صاحب صبر. آقایان خواهش میکنم به مغز نداشتم فشار بیارید. به گلوی پاره من فکر کنید. آخه بچه نشسته پای تلویزیون. ابو تربچه، ابو شنبلیله. آخه از روز تاریخ ابوالبشر تا الان ما چنین کسانی رو با این اسم نداشتیم. خجالتی بکشید. آخه بچه نشسته احتمالاً دارن نوت برداری هم میکنن. من راهنمایی میکنم. خجالتی بکشید. تو بینندگان عزیز ببخشید به هر حال خطایی در کلام اینها هست. انشالله اصلاح خواهد شد. راهنمایی میکنم. اسم این دانشمند بزرگ با ری شروع میشه. ابو ری. ابو ریواس یا همون ابو ریواس. ابو ریحان. وای درد. وای حلاورده. سنان سرد. ابو ریحانشه که خودم گفتم. شما هم که بلدین فقط عدد معلوماتتانه ببرین بالا. شهرتش بگین اگر راست میگین. ابو ریحان کی؟ آقا راهنمایی میکنم به جهنم. شهرت این دانشمند خیلی ساده است. یه مثال میزنم. شما در این استودیو رو باز کنید میرین کجا؟ میریم تو راهرو. بله راهرو هست ولی نسبتش به اینجا چه میشه؟ نسبتش 1/3 اینجاست. کوچیک‌تره. دهنت بو است. ببینید اگه یه نفر به زور وارد خانه شما بشه بهش چی میگی؟ من جیغ میزنم میرم تو کمد جای قایم میشم. بهش چی؟ مگه مردت خانه نیست؟ بهش میگید برو کجا؟ میگیم برو گم شو. زنگ میزنیم پلیس الان. برو تو کوچه. خب همون کوچه کجا میشه؟ بنبست جلالی پشت خیابان نصر. بسیار خب. پیشنهاد میکنم جوابا رو با هم یه مروری بکنیم. با عذرخواهی تمام از شما بینندگان اهل مطالعه. یه ابوریحان بنبست جلالی داشتیم. یه ابوریحان کوچه‌ای. وای. یه راهرویی و یه ابوریحان برو گم شو. الان زنگ میزنم به پلیس. جواب ابوریحان بیرونیه. خدای ابوریحان بگیردتان. سرتان رو بندازین پایین. خجالت بکشید. برید بیرون.